بلی کار کردن رو حرام میگن. همش نه، همون داملاهایی که بلاگرن کو هوایی فقط هوایی که بلاگر میشون میدونن که او کسایی که کار در شرکت فابرلیک حرام میگن اونها بلاگر نیستن، اونها علما و دعوتگران دین هستن. ببینید مگر همه علما و دعوتگران بلاگر هستن؟ اکثر همینا را شما میشناسید. تنها انسانهای جاهل و گمراه اینها را رد میکنه. همه اینمی علما و دعوتگران کار در شرکت فابرلیک و امثال او را حرام میگن. برای اینا پدپیسش در کار نیسته. گوش نکنید به اون داملاهایی که یگام دکازت السرام ندارن، یگام فتوا هم ندارن، میبرن چنا مولا میگیرن. میگی یگان دلیل ندارن. آخه دلیل بشنوسی که قبولش کنی. تو خودت علم دینی که نداری نمیفهمی. نه خود همین علما و دعوتگران دروغ بگن، همین تو راست بگوی. همین حاجی میرزا دروغ میگه، شیخ چوبک اجی هم دروغ میگه، یک عالمی برجسته پرهیز. اینقدر علمای عرب همش دروغ میگن. اینا را میگی دلیل ندارن. خیلی تو دلیل بیار، اثبات کن که با کدام دلیل حلالش میگی، یا بگو که کدام عالم معتبر معاصر کار در شرکت فابرلیک و امثال او را حلال میگن. میتونی آخه اثبات کنی؟ چند بار وعده کردی که اثبات میکنم ولی نکردی، نتونستی اثبات کنی. یک بار از یک مولای خدای خرید دلیل آوردی که فلان مولا میگه فابرلیک حلاله. تمام. پس از الله بترس و زنای مسلمان به کار حرام دعوت نکن. گناه همه زنهای حرام خرد تو به دوش میگیری، زیرا همه اونا را تو به همین کار حرام دعوت کردی. او داملای چی نخی؟ او داملا در اینستاگرام و یوتیوب چی کار میکنه؟ داملا ما چی چی دعوت میکنه به اسلام؟ میگه داملا در اینستاگرام چی کار میکنه؟ تو نمیبینی که داملاها در اینستاگرام چی کار میکنن؟ اگه تو با همین زنیت خودت زیبا کرده به نمایش میبروی، درست بوده یا برای داملاها درست نبوده؟ تو کاری حرام در پوبلیک دعوت میکنی، درست بوده یا برای داملاها که دین الله پهن میکنن درست نبوده؟ خواهرای عزیز، اگر سخنی مرا قبول ندارید باشد، ولی به خاطر الله یک بار سخنی همه عالما را گوش کنید که برای حرام بودن کار در شرکت فابرلیک چی دلیل میگن. یگان کس به شما بدبینی نداره، فقط میخواهند که شما دیگر زنهای مسلمان به حرامخوری دعوت نکنید. او مردمی که طعام آنها حرام باشه، لباس آنها از حرام باشه، قلبهایشان سخت می شود که در نتیجه سخن حق را قبول نمی کنند. عاقبت حرامخوری آتش جهنم است. از الله بترسی خواهرای عزیز.